ما به جهتی می رویم که با آن مواجه می شویم و با جهتی مواجه می شویم که به آن فکر می کنیم. چیزهایی هستند که ما عمیقاً به آن فکر می کنیم. ارزش‌های ما چیست؟ چی خوب هست؟ چه چیزی خیلی جالب نیست؟ راه بهتر کدام است؟ بهترین راه چیست؟ اگر تفکر سازنده‌ای برای این مسئله نداشته باشیم، معمولاً راه آسان‌تر را انتخاب می کنیم. راه آسان ما را سرگردان می کند و سرگردانی ما را ظرف 1 تا 5 سال به ناکجا آباد می رساند. گزارشگر: بنابراین راجع به افزایش خودآگاهی صحبت می کنیم. ما درباره فلسفه صحبت می کنیم. می خواهم بحث را به مفهوم برنامه ریزی ببرم. اما پیش از آن جیم بیا به موضوعی بپردازیم که چندین دهه است درباره آن صحبت می کنیم. تو به افراد حق انتخاب و اختیار می دهی و می گویی شما می توانید بخشی از برنامه دیگران باشید یا برنامه خودتان را در زندگی دنبال کنید. درباره این صحبت می کنیم. جیم: درست است. بعضی افراد انگار از زندگی استعفا دادند و می‌گذارند افراد دیگر بهره‌وری، تجارت و کار را ایجاد کنند. اینطور به نظر می‌رسد که برایشان راحت‌تر است ساعت بزنند و مسئولیت را به دیگران واگذار کنند. سپس به خانه می‌روند و تلاش می‌کنند از آن حداکثر استفاده را ببرند. اما من فکر می‌کنم خوب است شروع به تفکر و تعمق بکنیم که چطور می‌توانم افسار زندگیم را به دست بگیرم؟ یا اینکه آیا شایسته جایگاه بهتری هستم؟ یا اینکه بتوانم تجارت خودم را راه بیاندازم؟ یا اینکه تجارت جدیدی را آغاز کنم و ثمربخشی شخصی خود را بهبود ببخشم؟ اگر عقب بنشینیم و مسئولیت را قبول نکنیم، ما بخشی از برنامه دیگران خواهیم شد و نمیتوانیم برنامه‌های خودمان